درود بر همگی. من محمدم. خیلی خوش اومدیم به کانال مورا دیزاین. اگه تا حالا فکر می‌کردی طراحی تجربه کاربری یعنی فقط دکمه و رنگ و فاصله گذاری، وقتش یه تجدید نظر جدی بکنی. چون گاهی یه جمله کوتاه بیشتر از 10 تا کامپوننت طراحی حس کاربر رو عوض میکنه. تو این ویدیو قراره بریم سراغ UX رایتینگ و میکروکوپی، یعنی هنر نوشتن متن‌هایی که کاربر موقع تعامل با محصول می‌بینه و حس می‌کنه داره با یه آدم واقعی حرف میزنه، نه با یه ماشین خشک و بیروح. قبل از شروع این قسمت ممنون میشم ویدیو رو لایک کنین، کامنت بذارین، کانال رو سابسکرایب کنین و زنگوله کنارش رو بزنین که ویدیو جدید آپلود شد مطلع بشین. UX رایتینگ یعنی نوشتن متن‌هایی که قراره تو رابط کاربری با کاربر ارتباط برقرار کنن. مثل دکمه‌ها، پیام‌های سیستم، ارورا، فرما، پیام‌های راهنما، آنبوردینگ و حتی لودینگ اسکرین. حالا فرقش با کپی رایتینگ چیه؟ بیا توی جدول ساده با هم مقایسه‌شون بکنیم. کپی رایتینگ بیشتر برای فروش استفاده میشه، یه لحن هیجانی داره، تمرکزش روی جذب، بیشتر توی فضای تبلیغاتیه و از UI کامل مستقله. ولی UX رایتینگ بیشتر برای راهنمایی، لحن منطقی و همدلانه داره، تمرکزش روی وضوح و تجربه است، خیلی توی فضای تعاملیه و در دل UI جا داره. اگه کپی رایتینگ قرار کاربر رو به خرید یا ثبت نام برسونه، UX رایتینگ قرار مسیر رو براش شفاف، هموار و دلپذیر کنه. UX رایتر باید بتونه از زبان انسانی برای ترجمه زبان سیستم استفاده بکنه. حالا بریم سراغ میکروکوپی. میکروکوپی یعنی پیام‌های کوچیک ولی بسیار مهم، مثل پلیس هولدرهای فرم، متن دکمه، پیام خطا، تاییدیه ارسال، تول تیپ‌ها و هر متن کوچیکی که توی اینتراکشن کاربر ظاهر میشه. یه چند تا مثال ساده بزنیم. مثلا برای سابمیت ثبت درخواست رزرو رو می‌نویسیم. مثلا به جای کلمه ارور خالی می‌نویسیم مشکلی در اتصال به اینترنت پیش اومده، یا به جای اینوالید اینپوت می‌نویسیم کد ملی باید 10 رقمی باشه. مشکل موقتیه، لطفاً چند ثانیه دیگه دوباره امتحان کن. میکروکوپی خوب یعنی پیشبینی سردرگمی کاربر و پاسخ بهش قبل از اینکه اصلا سوال بپرسه کاربرمون. حتی توی صفحه ساده لاگین میتونه کاری کنه که کاربر حس احترام و اطمینان بگیره. بریم سراغ مهمترین بخش این ویدیو، چجوری میکروکوپی بنویسیم. اینجا 6 تا اصل طلایی برات دارم. اولیش اینه که واضح و مشخص باشه. کاربر نباید فکر کنه چی شده، باید دقیقاً بدونه که چه اتفاقی افتاده. به جای خطا در ارسال بنویس پیام ارسال نشد، اتصال اینترنت رو چک کن و دوباره امتحان کن. با کاربر مثل انسان رفتار کن، نه مثل یه ربات. توکن اکسپایرد نباید بنویسیم، باید بنویسیم این لینک منقضی شده، لطفاً دوباره درخواست بده. لحن برندت رو حفظ کن. هر محصولی یه لحن برند داره، رسمی، صمیمی، جدی، شوخ. همه متن‌ها باید توی همون فضا باشن. مثلا متن دیجیکالا رسمیه ولی متن اسنپ یه مقدار خودمونیه. به موقعیت توجه کن. دکمه ذخیره بعد از کلیک باید ذخیره شد بشه، یعنی وضعیت عوض شده، متن دکمه هم باید تغییر بکنه. به جای دستور پیشنهاد بده. به جای اینکه بنویسیم ایمیلت رو وارد کن، بهتره از وارد کردن ایمیل الزامی است استفاده بکنیم. ما با کاربرامون رفیقیم، رئیسشون نیستیم. از فیدبک استفاده کن. وقتی کاری انجام شد، کاربر باید بدونه که چی شده. یه توست کوچیک که بگه با موفقیت ذخیره شد، میتونه حس امنیت ایجاد بکنه. حالا یه سوال. دفعه بعد که خواستی یه فرم طراحی کنی، فقط چیدمانش مهمه یا متنی که توی هر فیلد هم میذاری مهمه؟ UX رایتینگ مهارته. هم مثل طراحی نیاز به تمرین داره، هم مثل نویسندگی نیاز به شناخت مخاطب. اگه دوست داری یه ویدیو جدا درباره طراحی میکروکوپی فرم ها یا ساخت استایل گاید برای تیمت بسازم، تو کامنت ها حتما بهم بگو. ممنون که تا انتهای ویدیو همراه من بودین. امیدوارم که ویدیو براتون کاربردی بوده باشه.
اگر ویدیو رو دوست داشتین حتما به دوستاتون معرفی بکنین. لایک و سابسکرایب چنل یادتون نره که باعث دلگرمیه. تا قسمت بعدی، خدا نگهدار.